ولی ببینین یک دکتر، یک روشنفکر، یک مغز متفکر تا دم مرگ استاد شد، خودش به کشتن داد، ولی نگذاشت که تاجیک حکومت بکنه. ترجیح داد که چند تا خشتک کشال بی سواد وحشی پشتون بیایه حکومت تسلیم اونا بکنه، ولی نشه که تاجیک حکومت بکنه. چرا؟ تاجیک افغان نیست؟ تاجیک به خاطر ملت نجنگیده؟ تاجیک شهید نشده؟ دقیقا چی اتفاق باید بیفته؟ چی بلای باید به سر ما بیایه که ما افغانا بیدار شویم و از نفرت و کینه و نژاد پرستی دست برداریم؟ درد ما چی هست؟ من فکر نمی کنم که از این بدتر شود. میشه؟ و شمایی که مرا به عنوان افغان قبول ندارین، لطفا نداشته باشین. خودتان خوب به عنوان افغان قبول دارین، درست است؟ پس غیرت داشته باشین. بلند شین برین خواهرای 12 ساله تانه که به نکاح طالب کثیف میشه، برین اونا رو نجات بدین. برین خوار و مادر و زنتان از ظلم طالب نجات بدین. قرار نیست که مرا قبول داشته باشین. من به این سیتیزنشیپ شما احتیاج ندارم. خیلی ممنون، دستتان درد نکنه. نمیخوایم سیتیزنشیپ شما رو. مرا قبول نداشته باشین. کدام افغانستان؟ امارات اسلامی افغانستان؟ او دیگه مربوط من نمیشه. غیرت داشته باشین. یا غیرت شما فقط در سوشل میدیا میچرخه؟ که غیرت لري ورسی د طالب و مخته ودرېږي، ورس خپل مور و خور و ماینه د طالب د ظلم خلاصه که. یا ستاسې زور فقط په ښځو رسیږي. نور نو د جنگ و د بدبختی و د طالب مخ څوک نسی نیولی. به نظر من اگه می وقت روی کمک رسانی به افغانای بیچاره ما که در بدترین شرایط گیر کردن بگذارین، بسیار کار ریوردینگ خواهد بود. من به اندازه کافی شعور دارم که ببینم که ملکه مرغانچه های شما تا آخرین لحظه اویزان غرفه خشتک روشیش بود که باش در این شرایط جنگ آمده شده خشتک های کهنه خودش سرش چند تا غریب و بیچاره بفروشه که نشه دست خالی برگرده خانه. یک شب قبلش میگه همت کو ای وطندار. صبحش اولین نفر خودش است که سوار هواپیما میشه و همون بیچاره وطندار پا برهنه دنبال هواپیما میده. اویزان هواپیما میشه و میفته و جانش از دست میده. من باید افتخار بکنم؟ آیا این 2 نفر معنی سربازم میفهمن؟ سرباز یعنی سرت برای ملت و برای مردمت باید ببازی. بدبختی ما مردم همی است که در کشور ما همیشه در هر پوزیشن یک خائن نشسته. رئیس جمهور ما خائن، وزیر ما خائن، وکیل و قاضی ما خائن، دکتر و انجینیر و هنرمند ما خائن. او په آخر کې اشرف غنی خائن وطن فروش ته دغه وایم چې ستا او ستا د اولاد مرګ پر هر افغان فرض